به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 8 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 17:00 دقیقه هنگام در توقفگاه قرار داشتنش مرد 26 ساله ساکن پایتخت او را دشنامای قبیل نموده زیر لطکوب قرار داده، سپس با کارد در دستش بوده به قسمت چپ پهلوی قفس سینه‌اش یک ضربه زده او را زخمی نموده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. شب 8 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه راننده автомашین تمغه خوندای پورتر قلماتوف تویرجان سال تولدش 1972 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در روی ماشینگرد نویه 8 به سمت نویه باباجان غفورov در نزدیکی درآمدگاه شهرک کنسوی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه گاز 2705 که تحت اداره راننده حیدرزاده قربان محمد سال تولدش 1994 ساکن نویه مشا قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه خوندای پورتر قلماتوف جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختار عریضه مرد 26 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 30 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 19:30 دقیقه شخص نامعلوم با روی پنهانی از نزد بازار فراوان شهر بختار یک عدد دوچرخه اسکوتر که ارزشش 6000 سومانی را تشکیل میدهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را جوان 18 ساله ساکن نویه کوشانیان صادر نموده است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر نورک با عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 4 دکتر سال 2022 شخص نامعلوم با روی پنهانی از زمین‌های چراگاه ده هوایشان یک سر چارهای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.